اگه خاطرتون باشه دیگه کار به جایی رسیده بود که من انقدر از شما سوال میکردم، انقدر موشکافانه می اومدم نزدیک، دوباره میرفتم عقب فکر میکردم، دوباره می اومدم نزدیک و برام جالب بود که شما کلافه نمیشین. و این خود این موضوع خیلی منو جذب کرد. سیستم جدید بیزینسی بود که بدون اینکه ما بخوایم بریم محصولی بفروشه، بدون اینکه ما بخوایم بریم به کسی بگیم آقا این محصول اینجوریه اونجوریه یا نمیدونم فلان، ما در حقیقت بیزینس میکردیم و یک سبک جدید بیزینسی رو معرفی میکردیم. شما جز یکی از افرادی بودین که خیلی طول کشید که وارد دوره آزمایشی بشین و خب هر سری اگر که برین چک کنین اون مسیجای قبلی رو، فکر میکنم بابت هر سوال شما من فقط 1 رو 20 دقیقه جواب هر سوال رو با وایس میدادم و برام وقتی این پلتفرم رو دیدم انگار که یک دانشگاه آماده به صورت آنلاین در اختیار شما قرار میگیره. استاد راهنما کنارتونه، منتور کنارتونه. فضایای این کار انقدر زیاده، آزادی عمل، آزادی زمان، آزادی این که شما نیاز نداره حتما در جای خاصی باشید، ساعت کاری و خیلی داستان بازنشستگی و چیزهایی که بهتون میده. اول یه مقدار آدم باور نمیکنه، یعنی شک میکنه. اون علت این که من اون زمانی همه شما رو اذیت کردم، خب این همه موضوع نیاز بود تحقیق داشت. هم دنیا رو به شما میده، هم آخرت، و هم دوستانی که شروع میکنن از لحاظ مالی واقعا امسالشون با سال بعد قابل مقایسه نیست. هم متحول میشن. بله، رشد شخصیتی که توی این بیزینس در واقع اتفاق میفته. در واقع عزیزانی که به درآمد میرسن، این پیامایی که ارسال میکنن، تشکر میکنن، هرچند که در واقع ماها واسطه هستیم، ما فقط این بیزینس رو معرفی کردیم و همه تلاشای خودشون بوده که اومدن زحمت کشیدن، ولی خیلی حس خوبی میده. یعنی آدم با یه انرژی خیلی خوبی صبح از خواب بلند میشه. سلام به دوستای عزیزی که دارن ما رو نگاه میکنن. خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از لیدر موفق گروه هم که این بیزینس رو شروع کردن قراره که صحبت بکنیم و قراره که به ما بگن که چرا این بیزینس رو شروع کردن، دلایلشون چی بوده، یه مقدار از خودشون بگن. خیلی خوش اومدی علی جون، اگر که میشه خودتو بیشتر معرفی کن. سلام عرض میکنم سارا جون، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که الان دارن تصویر ما رو میبینن. اول خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. افتخاری هست برای من هم صحبتی با شما. خواهش میکنم. من از شهر دبی امارات متحده عربی در خدمتتون هستم. من خب پیشینه کاری زیادی دارم و تجارت‌های متفاوتی کردم که بعضی از اونها شاید خیلی مرتبط نبوده با دیگری. من زمانی که وارد دانشگاه شدم رشته گرافیک خوندم، لیسانسم رو گرفتم، بعد برای فوق لیسانس دوره ام بی ای رو گذروندم و بعد تونستم که مدرکش بگیرم. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه اولین شرکتم رو تأسیس کردم. تو اون شرکت من خودم طراح بودم، یک عکاس داشتم و 2 طراح دیگه که به اتفاق شروع کردیم به کار طراحی. فکر نمی‌کردم این شرکت تو اون سن و تو اون شرایط اینقدر یهو بگیره و اینقدر یهو سفارش بیاره. 30 خورده شرکت رو ما کلا از طراحی آرم و طراحی بقیه مسائل رو براشون انجام دادیم و قرارداد بستیم. خیلی از اینها هم هنوز من توی اینترنت جاهای دیگه می‌بینم که استفاده می‌کنم و خدا رو شکر موفق هستم. بعد از اون کار راستش من آدم به نوعی شاید بتونم بگم بلند پروازی هستم.
دوست ندارم یه جا بمونم، هی دوست دارم که هی بیشتر و بیشتر و بیشتر جلو برم. پدر من شرکتی رو دارن در ایران که شرکت خیلی شناخته شده هست، خیلی خوشنام هست. در بخش طراحی شرکت پدرم کارشون تولید انبوه لباس تخصصی هست. به عنوان مثال لباس کاروان ایران در المپیک لندن رو توجیه پرافتخارترین المپیکا بود. ما حالا اینو به نفع خودمون استفاده می‌کردیم، میگفتیم که چون حتما لباسشون موفق شدن. این که البته شوخیه. بعد از اون من به نوعی وارد کار بین‌الملل شدم، خوشبختانه به دلیل سابقه قابل قبول و صداقتی که تو کارم داشتم یک پیشنهاد کاری بهم شد. شرکتی در انگلستان، کار این شرکت نوعی راوند تیبل بیزینس هست که میاد بیزینس های مختلف رو بین ایران و انگلستان دو دیلیجنس میکنن، کمپانیایی که اونور هستن و کمپانیایی که اینور هستن، اینها رو راه همکاریشون رو تسهیل میکنن. این موضوع هم ادامه پیدا کرد تا رسید به جایی که شرایط سیاسی و تحریم و خب ما دفتر اونجا داشتیم، دفتر کشور داشتیم که مجبور شدیم به نوعی این کار رو به حالت تعلیق بیاریم. دیدم که اون زمان شرکت‌های بیمه خیلی خوب دارن فعالیت میکنن. رفتم تقریبا 8 ماه درس بیمه خوندم. آفرین. و امتحان دادم و نماینده رسمی بیمه شدم. توی ایران؟ و یک شرکت بیمه. داخل ایران؟ بله. و یک شرکت بیمه تأسیس کردم. خدا رو شکر این شرکت 9 تا تقدیرنامه داشت. چی شد که من از بیمه اومدم بیرون؟ کارهای نادرستی که اون زمان بعضی از نماینده‌ها کرده بودن، خود شرکت مرکزی خیلی سخت می‌گرفت نماینده‌ها و یک سری اختیارات از اونها گرفته بود. من دیدم که قیمت‌ها هی داره میره بالا و اون اصطلاحاً نوشته‌های ریز زیر بیمه‌ها اینا رو می‌نویسن، خدماتش هم داره کمتر میشه. و من به این موضوع اعتراض کردم، با اینکه خب جزو نماینده‌های خیلی خوب اون کمپانی بودم. شرایط اقتصادی مملکت طوری بود که قیمت روز به روز بالا میرفت، خدمات کم میشد. مثل حالا مثالی که میخوام بزنم، مثل شاید به نوعی این پفکایی که جعبهش کوچیک نمیشد ولی پفک که باز میکردیم بودیم مثلا چیپسش کم بیشترش هواست. آره. به فکر این افتادم که یک کار مناسب، یک کاری که من ارضا بکنه، در خارج از ایران پیدا بکنم و به همراه خانواده‌ام مهاجرت بکنم. از اونجایی که اون حالت بلند پروازی رو داشتم، دوست داشتم که برم وارد یه فضای جدید بشم، یه کار جدید، یه کاری که به روز باشه. یعنی بعد از داستان کرونا اصولا کارهایی که در اصطلاح بستر آنلاین بود، اینها تونستن دوام خیلی بیشتری بیارن تا کارهایی که اینطور نبود و خیلی ها به مشکل خوردن. بعضی از کارهای آنلاین در دوران کرونا جهش پیدا کردن. مثل هم بیزینس خودمون، انقدر ما سرمون شلوغ شد در دوران کرونا که باور کردنی نبود. یعنی وقت کم می آوردیم هر کدوم از ماها. بله درسته. دنبال کارهای مختلف بودم، چند تا کار رو امتحان کردم، آماده بودم که برم وارد رشته بین‌المللی تر بشم. زد و دیگه بقیه‌اش شما بهتر هم می‌دونید که سعادت آشنایی با مربی و منتور عزیزم سارای عزیز رو داشتم و اگه خاطرتون باشه دیگه کار به جایی رسیده بود که من انقدر از شما سوال میکردم، انقدر موشکافانه می اومدم نزدیک، دوباره میرفتم عقب فکر میکردم، دوباره می اومدم نزدیک و برام جالب بود که شما کلافه نمیشین و این خود این موضوع خیلی منو جذب کرد. اونجایی که خب سابقه قابل قبولی توی تجارت داشتم، از شما سوالات خیلی مختلف می‌پرسیدم و شما با آرامش، به خوبی، با خوشحالی به من جواب میدادین. من به مرور جذب این بیزنس شدم. از آنچه ابزار روز هست در این کار استفاده میکنید. خب این خیلی برای من جذاب بود. درسته. سیستم جدید بیزنسی بود که بدون اینکه ما بخوایم بریم محصولی بفروشیم، بدون اینکه ما بخوایم بریم به کسی بگیم آقا این محصول اینجوریه اونجوریه یا نمیدونم فلان، ما در حقیقت بیزنس میکردیم و یک سبک جدید بیزنسی رو معرفی میکردیم که این سبک جدید بیزنسی زندگی خیلی ها رو متحول کرد. شما خودتون بهتر هم میکنید. این چیزی بود که هم روحاً من رو ارضا میکرد و هم به لحاظ جدید بودنش و مبنای تکنولوژی بودنش خیلی برای من جذاب بود. خوشحالم که به هر حال در شرایطی هستم که جناب علی وقتی لطف میکنید و
اسم من رو میبرید لبخند رضایت رو صورتتون میده. خواهش میکنم. آره من دقیقا یادمه که شما جز یکی از افرادی بودین که خیلی طول کشید که وارد دوره آزمایشی بشین. وبینار رایگان رو نگاه کرده بودین ولی به قول خودتون انقدر سوال داشتین و انقدر سوال از من کردین و خب هر سری اگر که برین چک کنین اون مسیجای قبلی رو، فکر میکنم بابت هر سوال شما من فقط 1 رو 20 دقیقه جواب هر سوال رو با وایس میدادم و خب برای خودم خیلی مهمه، چون من خودم بالاخره جای همیشه خودم رو میذارم جای اون عزیزانی که میخوان بیزینس رو شروع بکنن. دلم میخواد که این در واقع اعتمادی که دارن میکنن پاسخ همه سوالاتشون رو قبل از اینکه هر استارتی بزنن بگیرن و میدونم سخته، اعتماد کردن سخته، بالاخره این بیزینسه و جاب نیست و هر کسی با توجه به شرایط خودش باید بسنجه، ببینه پاسخ اون سوالاتش رو دریافت کنه، ببینه اصلا با لایف استایلش جور هست یا نه. به خاطر همین حالا هم من هم بقیه بچه‌های گروه همیشه ساپورتیو هستن، کمک میکنن و خیلی خوشحالم که حالا شما رو تو گروهمون داریم. ولی الان سوالی که ممکنه مطرح بشه برای دوستانی که دارن این گفتگو رو میبینن اینه که آیا برای اینکه بیان این بیزینس رو شروع بکنن باید مثل علی آقا اینقدر بیزنسمن باشن، اینقدر تجربه قبلی داشته باشن یا نه نیازی نیست؟ اتفاقا سوال خیلی خوبی بود. ما در این کار یک دنیا، یک دانشگاه و یک سیستم آموزش جامع که من خب دوره‌های مختلف تجاری دیدم، از اتریش، از نمیدونم داخل ایران، از جاهای دیگه و برام وقتی این پلتفرم رو دیدم انگار که یک دانشگاه آماده به صورت آنلاین در اختیار شما قرار میگیره، استاد راهنما کنارتونه، منتور کنارتونه و با این من راستش برام سارای عزیز نحوه برخورد، شخصیت و صحبت آدم ها و اون حسی که ازشون میگیرم برام مهم. ویدیوها رو نگاه میکردم، آموزش ها رو میدیدم، اون حالت ساپورتیو، اون حالتی که قشنگ آدم حس میکرد که اینها میخوان کار آدم بگیره و انگار همه به عکس بقیه کارها که رقابت درش هست و بعضی موقع یک مقدار بی اخلاقی حاکم میشه بر جو اون کار، اینجا من فقط حمایت و هرچی بلده به اون یکی آموزش میده در کنار یک دانشگاه آنلاین بسیار بسیار کامل که هر روز آپدیت میشه. بنابراین نه، شما لزومی نداره بیزنسمن باشید، شما اصلا لزومی نداره سابقه داشته باشید. الان من کسایی رو دوستانی که حالا میان جوین میشن و سوال دارن و باشون صحبت میکنن میبینم اصلا سابقه کار با کامپیوتر نداره، دقیقاً سابقه کار با لپتاپ نداره. این سفر انقدر جذاب هست براشون که این رو دنبال میکنن، میرن جلو، آشنا میشن با علم روز، با اطلاعات جدید. برام جالب بود که نیاز به هیچ چیز به جز تعهد به کار، به جز جدیت، به جز علاقه شما هیچ نیازی نداره. حالا مثل من بیزینسمن باشید، کار بین‌المللی کرده باشید، نکرده باشید، حتی نیاز نداره شما زبانتون خیلی خوب باشه. همینطور. من فکر میکنم یه موقعیت ایدئاله برای کسایی که مهاجرت میکنن میان خارج از کشور و فکر میکنم وظیفه ما هست که این فرصت رو در اختیار دوستان بذاریم، بهشون معرفی کنیم. مزایای این کار انقدر زیاده، آزادی عمل، آزادی زمان، آزادی این که شما نیاز نداره حتما در جای خاصی باشید، ساعت کاری و خیلی داستان بازنشستگی و چیزهایی که بهتون میده اول یه مقدار آدم باور نمیکنه، یعنی شک میکنه. اون علت این که من اون زمانی همه شما رو اذیت کردم، خب این همه موضوع نیاز بود تحقیق داشت. کارهایی که شناسنامه دارن، بیزینس هایی که موفق هستن، بیزینس هایی که امتحان خودشون رو پس دادن، نیاز به هیچ جمله انگیزشی، نیاز به هیچ تحریک و نیاز به تبلیغات آنچنانی ندارن، فقط نیاز به معرفی دارن، چون تبلیغ اونها حضور موفقشون، سابقهشون در بازارهای گلوبال مارکت هست، در بازار جهانی و این کار چنین خاصیتی داره. درسته، خیلی هم عالی. دقیقا هم چیزی که شما میگین، کسی اگر که بخواد در واقع مسیر رشد و طی بکنه، به قول شما نیازی به هیچ حرفای انگیزشی، دیدن ویدیوهای انگیزشی نداره و
خودش حالا با معرفی که ما میکنیم، ما فقط این بیزینس رو ازش حرف میزنیم که همچین اپورتونیتی وجود داره. یه عده میان در واقع ازش گذر میکنن، چشم‌پوشی میکنن، هیچ کار خاصی نمیکنن و به همون زندگی که دارن قانع هستن. ولی عده‌ای نه، عده‌ای مثل من و شما بلند پرواز هستن و ترجیح میدن که امروزشون با فرداشون چقدر تغییر بکنه. اتفاقا تو لایو قبلی که با بچه‌های گروه داشتیم در مورد این صحبت کردیم که دقیقاً تایمایی مثل قبل از کریسمس، قبل از سال نو میلادی یا عید نوروز خودمون چقدر سر ما شلوغ میشه. انگار همه در واقع اون وعده‌ای که همیشه به خودشون میدادن که بالاخره باید از یه جایی شروع بکنن، دقیقاً این تایم قبل از در واقع شروع سال جدید همه هجوم میارن به اینکه این تغییر و تحول رو در خودشون به وجود بیارن. و خب در واقع بیزینس ما یه پکیج کامله، یعنی هم دنیا رو به شما میده، هم آخرت. و هم دوستانی که شروع میکنن از لحاظ مالی واقعا امسالشون با سال بعد قابل مقایسه نیست، هم از متحول میشن. بله، رشد شخصیتی که توی این بیزینس در واقع اتفاق میفته، اعتماد به نفسی که پیدا میکنن، از لحاظ مهارت دیجیتال مارکتینگ رو یاد میگیرن، همگام میشن با دنیای دیجیتال، دنیای آنلاین. و ما توی این مسیر علاوه بر ترینینگ سایتی که همه چی رو کامل برای ما توضیح داده، هر کدوم از دوستانی که توی این گروه هستن باز سخاوتمندانه میان تجربه خودشون رو از حالا یه AI جدید یا یه تکنولوژی جدید با بقیه همگروهی خودشون شیر میکنن. و حالا کنار همه اینا اون دوستیایی که شکل میگیره، همین که من در حال حاضر هر جای دنیا که بخوام سفر بکنم، چندین نفر از عزیزانی که این بیزینس رو استارت زدن هستن توی هر مقصدی که من بخوام برم و این خیلی خوشحال کننده است، خیلی. و همطور که گفتم آخرت هم که داریم دیگه، به خاطر اینکه عزیزانی که به درآمد میرسن این پیام‌هایی که ارسال میکنن، تشکر میکنن، هرچند که در واقع ماها واسطه هستیم، ما فقط این بیزینس رو معرفی کردیم و همه تلاشای خودشون بوده که اومدن زحمت کشیدن، ولی خیلی حس خوبی میده. یعنی آدم با یه انرژی خیلی خوبی صبح از خواب بلند میشه و میاد برای اینکه تلاش بکنه، هم زندگی خودش رو همه جوره تغییر بده، هم حالا لایف استایل. دقیقاً واقعا لایف استایل آدم بروز میشه. شما توی این مدتی که بیزینس رو شروع کردین، میخوام بدونم که آیا با توجه به اون همه سوالایی که داشتین، شک و شبهاتی که داشتین و مشکلاتی که وجود داشت سر راهتون برای اینکه بیزینس رو شروع بکنین، به نظرت ارزشش رو داشته یا نه؟ یا اگر به زمان به عقب برمیگشت چی کار میکردین؟ این کار رو باز دوباره انجام میدادین؟ اشکالی که نه تنها در روابط انسان ها بلکه در تجارت که ماشاءالله خودتون استاد هستید میتونه مخرب باشه، اغراق، عدم شفافیت و وارونه جلوه دادن واقعیت و تبلیغات ناسالم یک دنیایی رو برای فرد میسازن و فرد وقتی میاد هزینه میکنه وارد اون دنیا میشه احساس فرسودگی پیدا میکنه و عقب نشینی میکنه. من خب این نگاه رو داشتم بدون تعارف، گفتم شاید این هم به نوعی داره تبلیغات میشه بیشتر از این چیزی که هست. اما وقتی واردش شدم دیدم که نه، آنچه که قبلش به هم گفته شده بود با آنچه که درش هستم تفاوتی نیست و این برای من خیلی لذت، یعنی انگار یه نفس رضایت، یک احساس خوب بعد از ورود به این کار به تن من نشست و این انگیزه شد برام دیگه. عشق کجا میاد، انگیزه از کجا میاد؟ از دیدن افرادی که پیشرو هستن، افرادی که وجود خودشون انگیزه است. و من 10 بار دیگه هم اگر که به عقب برگردم باز هم بین همه کارهایی که میشناختم میومدم و این کار رو شروع میکردم و جالبتر از همه اینه که این کار تمومی نداره. سیستم واقعا خاصی بود طراحی این سیستم. بله، خیلی زیرکانه، هوشمندانه، چون
از نسل ما به نسل بعد منتقل میشه. نیازی نیست اونو از صفر شروع کنن. به هر در واقع اچیومنت و موفقیتی که ما رسیده باشیم فرزندان ما از همونجا در واقع ادامه میدن و از برکت‌های این بیزینس همچنان بهره میبرن دیگه. همه فکر می‌کنم بدونن من یکی از bestsellerهای سایت آمازون امریکا بودم و درگیر در واقع افتخار همه ما. خیلی ممنونم. درگیر فروش کالای فیزیکی بودم و میدونم واقعا چقدر سخته، چقدر پوست من کنده شد تو اون تایم، چقدر استرس به من وارد کرد و خیلی موفق هستم توی این زمینه، ولی واقعا آدمو پیر میکنه. حالا شاید من سیل پرسن نبودم ولی خیلی اذیت شدم. ولی توی این سیستم نه نیازی دارین که کسی در واقع انبار درست بکنین، کالا رو نگه دارین، همه اینا به صورت اتومات از طرف خود سیستم صورت میگیره. ما فقط بیزینس رو به بقیه معرفی میکنیم، هر کسی که جوین میشه فروش کالا به صورت اتوماتیک صورت میگیره و مستقیما با همون کمپانی اینترنشنال 50 ساله و نیازی نیست ما اصلا دخالت بکنیم. حالا شاید خیلی‌ها فکر کنن ما دائم داریم اغراق میکنیم، ولی باید بیان خودشون از نزدیک ببینن. فکر می‌کنم که صرفا معرفی این کار باید بکنه، هیچ نیازی به تبلیغ نداره. انقدر کار قوی هست، انقدر کار معتبر هست، انقدر کار خدمت دارد که واقعا جایی برای تبلیغ نمی‌مونه. همینطوره. فکر کنم همین صحبت‌ها، همین جلسات، همین معرفی کفایت می‌کنه. بله. من افتخار آشنایی شما رو دارم، هم شما با خصوصیت اخلاقی من آشنا هستید. مطمئن باشید کاری بهتر از این بود من الان اینجا نمی‌بودم. من خودم هم همینطور، من دائم دارم چک میکنم در واقع دنیای آنلاین و انواع اقسام روش‌های درآمدزایی آنلاین رو توی در واقع به چنل یوتیوب همیشه آموزش میدم و همچنان هم چک میکنم. یعنی اگر کسی بیاد یه اپورتونتی جدیدی به من معرفی کنه نمیگم، میرم چک میکنم ببینم قضیه چیه، ولی همچنان پیدا نکردم. بهتر از این بیزینس واقعا وجود نداره. واقعا. آره. اونم با واقعا 3-4 ساعت کار در روز. این خیلی مسئله مهمیه ها. بله بله. که شما کار هوشمندانه میکنین 3-4 ساعت. یعنی تمام سیستم چیده شده است، شما فقط اجرا میکنید. شما بعد از اینکه اون دانش رو کشف کردید در حقیقت دیگه میمونه خلاقیت خودشون. وقتی آدم وارد این کار میشه ذهنیتش و باورهاش و نگاهش آپدیت میشه. الان همین داستانی که گفتین هر کشوری میرین همه میان به استقبالتون، از جمله خود بنده که همچنان امیدوارم که هر چه سریعتر شما و خانواده محترمتون رو اینجا میزبانتون باشم. این خب احساس خوشحالی افراد دیگه، یعنی راضی اند، یعنی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه شما چنین موقعیتی رو معرفی کردین بهشون. به هر حال خوشحالم که اینجا خدمتتون هستم و مرسی از وقتی گذاشتید. خیلی ممنون از شما که شرکت کردین. آدم پشتکاری هستین و مطمئنم تو این بیزینس انقدر میدرخشین که اصلا خودتونم باورتون نمیشه و کل دنیا به شما افتخار میکنه. ما گفتیم اگر که عزیزانی که دوست دارن بیان استارت بزنن، فقط کافیه که آدرس وبسایتمون رو زیر این ویدیو قرار میدیم و ما هستیم در کنارتون که شما انشالله بتونین بیزنستون رو شروع بکنین و وارد این روش باور نکردنی و فوق‌العاده درآمدزایی آنلاین بشین. این مسیر کاملا برای همه بازه و هیچ محدودیت نه سنی وجود داره نه در واقع زمانی و مکانی. فقط این که عزیزانی که داخل ایران یا افغانستان هستن فعلا براشون میسر نیست به دلیل تحریم ها، که امیدوارم هرچه زودتر این مشکلم برطرف بشه. خیلی ممنونم. آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزانی که وارد این بیزینس میشن و همیشه دعاگوی این سیستم شما و سایر عزیزان هستم. همیشه میگن وقتی برای بقیه خوب بخواید خوبی در زندگی شما جاری کنید. آفرین. همین. منم آرزوی برکت، آرامش و سلامتی دارم. فعلا خدا نگهدار. متشکرم. خدا نگهدار.